اگه بدونی مراحل رشد روحی و معنوی تو بزرگسالی مثل مراحل رشد جسمی تو بچگی درد داره چی؟ مثل دندون در آوردن وقتی لثه هات اونقدر درد داره که فقط میخوای همه چیزو بجوی. مثل قد کشیدنت که از درد ساق و مچ پا و کشاله رونت تا صبح خوابت نمیبره. درد رشد روحی و معنوی هم مثل همینه. تو رشد جسمی دندون در میاری و بعدن این دندونا میشه یکی از مهمترین داراییات و همیشه مراقبشونی. بدنت هم رشد میکنه و بزرگ میشه، بالغ میشی. از عهده خیلی کارایی که قبلا بر نمی اومدی و نیاز به کمک داشتی دیگه خودت برمیای، خودت انجامشون میدی و حتی به دیگران هم کمک میکنی. مراحل رشد معنوی هم همینطوره. درد میکشی، مثل همون دندون در آوردن، مثل درد پات، شاید حتی بیشتر از اون. اما چیزی که از این درد بیرون میکشی، تجربه‌ای که از این درد بیرون میکشی، اون خود بعدیت که از این درد بیرون میکشی ارزششو داره. چون دقیقاً میشه از بزرگترین داراییات. این تجربه و این آدمی که از تو اون شرایط سخت بیرون اومده قراره بهت کمک کنه واسه مشکلات بعد از این، واسه مسائل پیش روت، واسه زندگی بعد از این. پس قدر این درد رو بدون، تحملش کن و اجازه بده گذر کنه.